شما دکتر همین میانو میبینید و که همین قرقه پرقه و کتیف و همه شباب میبینید. سین ای سبزا که رما چما بگیریم همین کتیف کو همین کمپیرک یک هفته شد این بچه نستایشی هم اوه بایی شبای وقتی عرض به غلبه میگم فقط باید بروتاش منم که الان خیلی میکنم در توجه اونجا بیو در بولای دولا بولای در خواهم بولای در همونو واسه من فیلم میگم کتیب منه بسید آخه اید بگو وقت ندارم واسه وقت ما دارم میگه شیری عوریا که واسه کی باینم شیری این بوبی این قدر مهنت کرد با پدرش بیو بابا خان بیو السلام بیو علیکم دکتر خوب هستی؟ تیجی سوزی درستی نمی گفتی تیجی سوزی درستی خوب هستی؟ دوار که همین شما دکتر همین میانو میبینید و که همین قرقه پرقه و کتیف و همه شباب میبینیم دوار شما اومده بکنو یا وقت اومده بکنو میدم برام خسم اومدم همون تون بیو بابا همه شباب میبینیم همین نمیدونم دکتر میدونی چی شده چی شده گرمونی؟ الان دیگه خیست همین شمال خود نمیدونم چی خودم کتیف من همین یه کشو باید بالا میبینی با کشش بخون میشه با کشش بخون میشه خب حاضر همه در بینتون دانون جون بیو بابا همین خیلی میکشو همین کتیف کی؟ تمام مال میبینیمش بابا سخت خویز میشه نگران اول بگو ایرکی بخاری بودم در یکتایی خیلی میگید سینه خوب بگید خب بسم الله من کتبی همین راست ما تمام کنه بسم الله الرحمن الرحیم الان خیمون خب بخیر ساعت نفسم برو بومو سخن روز داشته بود غمت هم؟ نه همین گوه میشه گاه میشه تمام مالی بابو نبینیمش حاضی بابا جوشته میمونیمش نگران نبود خیلی بخشی بابا غمت هم نه یک هفته شد تمام نگران نباشه بابا حالی میبینیمش خدا پرابلم نیست بابا نه درد نیست تماما لگون جدا این کتیف شمال خورده کم ترک تمام روز میبینیم اینو غم نه تمام باشه
دکتر لامو همین طرفی راست که همین طرفی راست و فکر همین ستون مورد ایسی زدم در کوچی برای که همین در کیسه تمام این انجام میگه هم سین ایسی بزن که راما عبدالله کنم حالی نیست بگو پورا جوش آوران اینا بگو حال جوش نمیمونه اینا بگو این چی دارم؟ منطیروف که چیه؟ این یعنی چیزی که بابا سوا در جوش میمونه کنه؟ تمام وازی بابا در جوش میمونه نگران نباش خوب کنه شکش دیسه بابا هر چی دیسه بفیرم کنه ایستانو دیگه همش سوزه ایستانو صبح نرمانه کویا بخیزم نیاریتا بخیر بابا بخیر یا الله الرحمن الرحیم کنه بوار که گاب نیست دکتر با اگر یک چیزی دیگه میگم با نومی اعلا خسم گفتی بلوگیرو خسم میخونم همین کتیفه کو همین کمپیرک یک هفته شد همین وزلین کو همین مشکه و سم بکنه این خیلی هوشی سم بکنه یگان رزولتات شده شی این کلک بیا بابال با لبیوت کدام باند میکشم با میدونی چی خیلی مشکل وزلین کمپیرکو هم میگن ازبکستان رفتی هم میگن همونجا با یگان محمد کردیم همین بشید ما آدم بردم زده که هستیم همین در بالون موردگه بابا همین زنه خم دیگه همین زنه خم که برخست بشه کنه دیگه همین مختاری همو زنه یا چی نمیشه خودم بیا خودم جوش میکنم ایشالله با هم میخوام خب یک تا دیگه اومده بود همینجا من اومدم پرسیدم تو دکتر بیجا نه پیشترک دکتر نیست تو بابی جان چو کردی گفت که باید کم زومش میگیره تو چو کردی گفت که همینجا اومدم وای کیستم دیکشن نگیرسون تو چله جو چله گفت که همین بلوگرو من قسم نمیخورم گفت که بابی جان گفت همینجا اومدم ایلامی دسترخوان کمپیرکم گفت چی میکرد من میخواستم میرفتم یا که خیلی چرغوات میرفتم پوگه درم میگرفتم میخواستم خود میگه دیون بار اومدم نمیگه خدا شکرش میگه خودم قطعی میخواستم میرم باید میکنم همینجا شتگی بود من رفتم باید اومد بود هر شفا بوده از جانب خدا کنم سبب گو انشالله بعد همین چی گفتن هستم من همینجا در پروستا که خودتون بیاین ببینید ادرس همینجا قی نیست در همین تاجیکستان همین گردشی مردم میگن جای عالم گوشت عالم گوشت بقا مومگه دلایل همه میدونن رمزی گوشت همونجا همینجا میزگری یا 20 متره 20 متر من جای کاستاپرافی یعنی برادر ما هر چیزی که میگه فقط حجت و رقم و دلیل ما پیچت کنیم میگه ایشالله با هم خدا شفا از جانب اعلای پاک نه که یک هست سبب بشه خب برادران کندم خودتون میدونید که یک سبب میشه سبب شدن امدن اعلای پاک شفا میتیه سبب میشه من همین دوری پیشتم میشه بابا و ماما میگفتن که ما پشتیم یعنی که پشتیم یعنی که هم پشت به پشت بول السلام علیکم خوب هستی تریجی سوزی درستی سلامتی خوب هستی تریجی بچه نستشی هم بابایی بچه من شما بگه برادران کندنه بودم برود کنه برود من برود های باباش دیگه بوده زنده باشه شیر نک خدا نگهبان تو باشه همین من را میگن که در یوتیوب که بابا همین خیلی بسیار میروشه میگن که من خیلی میکنی و خیلی روش دارم همینطوری میکنم برود ندارم نمیکنم شما یعنی چی خیلی میکنین؟ ما هم خیلی من آقا دی
زنده باشه. برادران کندنباتون وقتی که ما تماشا میکنیم گشت و گذار میکنیم با مثال من این برادران میبینیم که یک الهام تازه میگیریم، برای که ما در همه هستن آدم ریشدار هستن، آدم مثال بروددار هستن. یعنی که برودهای ستالین من در یک ویدیو گفت زدم وقتی که ستالین وقتی که غلبه میکرد و گرمانی فاشیستی را نکله نشونده بود فقط برودها را تری میکرد، علم تری میکرد. یا که چپای بود، چپای وقتی که غلبه میکرد اسب چپای فهمیدونه چپای وقتی اسب غلبه میکرد فقط برودهاش من خیلی میکرد. اگه بابای کندنبات چیکار میکنه؟ فقط روشا فقط روشا ما دستمال میکنیم. برای همین چی گفتنی هستیم؟ گفتنی هستیم که خدای مهربان اولا عمرکامون دراز، تنمون صحت، مغزمون سالم، خوشی‌های زندگی نصیب و روزیمون بگردونه. خدای مهربان تمام بیماری که در اینجا میبینن خدای مهربان با سبب این که از خداوند مثل شفاشون میده، شفای کاملشون بتونه ساق سلام با وقتی خوش تنی ساعت مرد سرور به پیش اهل بیتشون برگشتن نصیب و روزی بگردونه. خدای مهربان تاجیکستان عزیز ما را در عرصه بین المللی آبروش بلندتر و بلندتر بگردونه. خدای مهربان خلق عزیز مهربان ما تاجیکی سربلند ما همه وقت گبزن، همه وقت در لباشون تبسم، همه وقت مثلا که کاربود کن، همه که مثلا طبیبای حاضر، سخنورا، خب دانشجویا، خدای مهربان عالما، همه که بسیارتر شود. خدای مهربان دایم وقتا ما خوش باشه، آسمانی صاف و بی‌غبار تاریکستان عزیز از بالای سر ما هیچ وقت کنده نکنه. الله اکبر. زنده باشه. من این برادر برودها را تا بده ما رو شده شوها بکنه. Ora ayus subiu, kalata sinimamı. Ana daha sonra kafamı tavacağım. Daha sonra kafamı yaşama. İşam. Yani ben daha tamam. Böyle bir tamam ya. Kanta peşte vardı ki barohat istedim. Vardı kıta kanta. Vardı. Renk acımani ha. İlk harf gel. Tamam beş. Alkı bah hazır korkukta. Khor artık halk. این زور زده تاوی میون پاک جا برو اومده سرطی سنتان در میکنه ها؟ ایشالله صد میشه این استماره یه درونه یه بیرون داره استماره استش یه خطرانه نمید انمیه اونجا توبه پرابلم تمام نمیده ایشالله صد میشه ساعت خبر امون هم خیلی با حضور مون دستورم خوش کنم که اوزاد سرته دستور تمام با حضور کنم انشالله خوب میشه همون واسه من کلمه میگم تو منو بفکر اکا بابا وقت نواسا وقت ندارم دیگه شیری عمری اخیر نواسا کی باینم چلیه با وقت ندارم خیلی بگو زندگی تو ما هم خیلی کنیم هر هم نواسا اینمی احوال میشه ها او گفت میگیرم همین یک کلمه زور زدن در باید نمیشه نمیز تمام خودش نبروز کرده چی برداشت که یکم خشی؟ چی برداشت یکم خشی؟ یا کوچه یعنی درویموز رای چیه؟ ما تو مایده دیرم بمونم شکر افت شکر همون شکر افتادی شید دیگه تمام ایشالله صد میشه و تو مست دیگه یعنی کشی رفتن کشی رفتن
نبوشه دست پدر نونم خیلیه خوبه دست پدری این اکر دهمی نقلو میکنن بابجان نقلو میکنن که فرزند میگه دونه بود و نبیره یعنی نواسته مغزی دونه قدر مثل دوستش میداری با نگفته که بیا پیش نکن بمانه بابی من وقت ندارم نوشوی آخه چی خیلی وقت نداری این بابی این قدر مهنت کرد بر پدرش مهنت کرد بر مادرش مهنت کرد آنا این قشنگو رو مثل کلام کرد پیش ایده روزه که این روز پیش سیر چند راتی بابی جان؟ 75 باور که میدن 75 ساله من بابا آدیرم کار کرده با علامش در چیه که همین میگه که نواسته هم بیا میگه میانی مرا چوک رفته کم تره میسون میانی مرا بچین یا که بمال یا که وزینه که باید کرد با کسی چکار وقت ندارم سر تکرم بچاره گفتی رحمتی بابیم که تم بسالم بابارم خیلی عزت حرمت نکنی 75 ساله نواسته نگاه کرد خیلی که من شما رو میدونم بسیاره که همین سر غیرونی بعد میشه و گوش که و عمر عیاشی و پیری نیست خدای مهربان چقدر عمر داده باشه همون رو میبینی وقتی که من برادر 75 ده من 60 بالایم فهمیدی قریب 15 سال 13 سال همه کلام هست کلام کل خونه میدار کو انا میراست دیدی برینجا میجوشونی برینجا میجوشونی همین نسوزه نخی میمونی فهمیدی مرا ای بالا شک خیونکا سکوج میزنی فهمیدی پگا بعد میخیزی میوی پگا میوی برینجا من میکنم ویدر میکنی شب خومیده سر میوی فهمیدی برینجا می آده بجوشونه تمام دیگه بجوشونه برینجا بگه دپش میخی راست مونا بجون یک پاکت آبی چونه سکوج بزنش نرزه شب خوب میکنه شب میکنه خوب میکنه سر میام و هوش میکنه اینا ملوی میکنه اما اینو مایده همه دیدی ولی چوب بستگی سخت شده دیدی برای همین این همین زن میگیم فرزند میگیم نواسته میگیم نویره میگیم این همین دولار میگیم بعد این همین آدمی کاربار شوروز وقتی پیری ده چی رو میداره یا چی میگن ما یا چی میگن فقط عزت حرمت که عزت حرمت بابا رو عزت حرمت کنه اقلا اینه که سین 75 بابا نواسته شکفته که بیا بچه هم میانی مرا یک مساج که یا که یک وزنین که یک بایی که گفت شما گرفته باید چخیل من شما رو جوانای محترم بگو چخیل من شما رو جوانای محترم بگو این دنیای خیلی نیسته همه حساب کتاب داره و من یکی تو کار با جوانان چخیل کار با جوانان نیست اینه مرده که نمیشناسم بکنم 5 منوت پیش من شناس شدم چخیل با جوانان کار نگیریم چخیل جوانان رو ما نصیحت نکنیم چرا باید من نصیحت کنم باید گپ بزنم که جوانی نامحترم پیرو غنیمت پدر و مادر غنیمت بابا و بیبیا غنیمت هم دعاشون بگیریم تو همون کاری کردگی برکت نمی والله قسم برکت نمی وقتی که دیلی بابا خفای برکت نمی بیوی اینه بابا ولی نوارای میکنم که انشاءالله با هم بشنو که باید بفهمیم این خیلی نیست دینو وظیفه هر یک پدر مادر فرزند کلام کردن خانوندن تربیت کردن بابای رسوندن خانه رو در میکنه برای فرزند رو نکی چرا میدار در سری پیری باید پیرو را عزت حرمت کم ترک مهربونی کردن در کار یک کسی دیگه با نویسنده که من آرزو دارم که همین بابای قند من در خانه پیران سالو بینم تو اگه با آرزو نمیرسی بابا قند من در دیگه جا میبینی بابا قند انتظار که در دیگه جا میبینی نه خود تو جوانی نامحترم بگوی که ما آرزو دارم که بابا قند در خانه پیران سالو بینم البته من خانه پیران سالو با زیارت پیران سالو میرم نه که تو با اون نیت گفتگی که انشاءالله با اون نیت نمیرسی تو بابا قند در دیگه جا میبینی